دو گمانبری دزدی ناقل تلفن در شهر خوروق که یک مدت باعث از کار ماندن تلفن‌های خانگی در مرکز مأموری بدخشان گشتند بازداشت شدند. در شعبه کارهای داخلی شهر خوروق روز 10 فوریه بر رادیوی آزادی گفتند که تفتیشات هنوز ادامه دارد. مقامات ملیسا به خاطر وارد نشدن خلل به رفت تفتیشات اسم این دو نفر را آشکار نمی کنند. در این شعبه ملیسا بر رادیوی آزادی گفتند که در سال 2017 نیز ربایندگان ناقل‌های تلفن را آشکار و به جوابگری کشیده بودند. حادثه آخرین دزدیده شدن ناقل روز 7 ینور امسال رخ داده است. دزدان قسمت ناقل تلفن را که از زیر پل رود غند می‌گذشت قیچی کرده گرفتند. در نتیجه این عمل تلفن خانگی تا 1500 مشتری شرکت دولتی تاجیک تلکم از کار مانده است. امرخدا گیویف رئیس شرکت تاجیک تلکم در شهر خوروق بر رادیوی آزادی گفت عین زمان ناقل ها برقرار شده تلفن های ساکنان و اداره ها فعال گشته است. این مسئول تلکم در مورد حادثه های ربوده شدن ناقل های تلفن شرحی بیشتر نداد. در 2 سال اخیر 25 حالت دزدی ناقل های تلفن در ولایت مختار کوهستان بدخشان ثبت شده است. دزدان در این مدت بیش از 6400 متر خط تلفن را دزدیدند. شکار ناقل های تلفن به گفته مسئولان بیشتر به خاطر متل میسی داخل آن است. قیمت 1 کیلو میس در بازار تاجران متل از 30 تا 40 سامانی نرخ دارد. ناقل ربایان معمولاً پوست رزینی ناقل را در آتش سوزانده سیم‌های میسین را به تاجران متل می‌فروشند. دزدی سیم تلفن در بدخشان در حالی است که اکثر ساکنان از استفاده تلفن‌های خانگی دست می‌کشند. قربان علمشاه ساکن شهر خوروق می‌گوید 2 سال باز او و اهل خانواده‌اش از استفاده تلفن خانگی دست کشیدند. مسئولان تلکم میگویند با کاهش یافتن مشتریان علاقه تلفن خانگی نگاهوبین و ترمیم خطهای تلفن هم برای شرکت زیان‌آور می شود. تنها از سال 2015 به این جانب شرکت تاجیک تلکم از حساب ربوده شدن سیم‌های تلفن بیش از 170,000 سامانی زیان دیده است. ضمناً دزدیده شدن اشیای جمعیت از متل‌های رنگه در منطقه‌های دیگر تاجیکستان هم به نظر می‌رسد. اخیراً مسئولان اداره راه منطقه کولاب خبر دادند که برخی از نورسان نشانه‌های کنار راه را بنا بر آلومینی بودنشان ربوده به تاجران آهن می‌فروشند.